تا شروع بازی‌های المپی تابستانه در پاریس پایتخت فرانسه رسا یک سال باقی مانده است. امروز در آستانه آمادگی به این حادثه مهم ورزشی، کمیته بین المللی المپی به نام 203 کشور دعوتنامه شرکت در بازی‌ها را ارسال کرد. در این فهرست اسم روسیه و بلاروس دیده نمی‌شود. بعد آغاز جنگ به اساس روسیه در اوکراین سال گذشته، شبهه‌ها در زمینه راه دادن ورزشکاران روس و بلاروس به بازی‌های بانفوذ جهانی تا رفت زیاد می‌شد. امروز در مراسم بخشیده به شروع آمادگی‌ها به بازی‌های المپی، توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی المپی گفت که معرکه نوبتی فراگیر، جوان، شهری و استوارتر می‌شود. قبلا کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که احتمالاً برای شرکت ورزشکاران از روسیه و بلاروس امکان شرکت فردی یا انفرادی و بدون نمایندگی از کشور فراهم شود، چون این شرایط در قانون‌های بین المللی ورزشی نوشته شده است. هفته گذشته فدراسیون بین المللی گیمناستیک قرار کرد که از 1 ینور سال 2024 ورزشکاران روس و بلاروس در هیئت تیم بی‌طرف می‌توانند در سبقت‌ها اشتراک کنند. اوکراین پافشاری دارد که به سبب یاری‌های بلاروس به روسیه در جنگ، ورزشکاران دو کشور باید از حق هنرنمایی در مسابقه‌های بانفوذ بین المللی محروم شوند. توماس باخ گفت برای تماشای بازی المپی تاکنون 7 میلیون بلیت فروخته شده است.